در ادامه من از آقای نظری عزیز مدیر مسئول روزنامه مستقل دعوت می‌کنم که در خدمتشون باشیم و بتونیم که از نظرات ایشون آگاه بشیم و بعد از اون هم پیام سازمان‌های جبهه ملی خارج از کشور توسط خانم مهندس امیرانتظام ایراد میشه. خیلی خوش آمدید. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار در جلسه‌ای که چهره‌های فاخر و درخشان ملی از جبهه ملی یادگاران دکتر محمد مصدق و نهضت آزادی، میراث مهندس بازرگان دکتر یدالله صحابی و آیت الله طالقانی هستند. این افتخاریه برای من که از همه جهت نسبت به حضاری که در این جلسه شرف حضور دارند کوچکترم، هم به لحاظ سنی هم به لحاظ دانش که نمیتونم ادعای دانش بکنم، اما اون چیزی که به قول آقای مهندس توسلی امروز که برای عرض ارادت خدمتشون رسیدم اینجا فرمودن یک وجه اشتراک بین نظری و شهید بزرگوار دکتر حسین فاطمی هست و افتخار میکنم به عنوان خانواده مطبوعات، نماینده خانواده مطبوعات در مراسم 70مین سالگرد شهادت دکتر حسین فاطمی حضور دارم و برگ سبزی تحفه درویش، یعنی سخنان من به روح پرفتوح آن مرد بزرگ که من حسین فاطمی رو نماد شرافت، ترجمه حریت و آزادگی می‌دونم. مرحوم دکتر فاطمی متاسفانه در مطبوعات بعد از انقلاب آنچنان که باید و شاید مورد تجزیه و تحلیل کارهاش قرار نگرفت. ما میتونیم تاریخ مطبوعات رو از بعد از انقلاب مشروطه که میان جلوتر، خب روزنامه ها، جریده ها و نشریه های بسیاری بودن که منتشر شدن، اما به اعتقاد بنده نه به عنوان تعصب ملیگرایی به مصدق و یار و همراه مصدق دکتر فاطمی عرض می‌کنم، بلکه به عنوان یک پژوهشگر عرض می‌کنم که روزنامه باختر امروز با قلم سحرآمیز شهید حسین فاطمی مؤثرترین و درخشانترین روزنامه تاریخ ایران زمین بوده. شما نگاه کنید نطقی که مرحوم دکتر حسین فاطمی در سال 1330 در سالگرد محمد مسعود، چون محمد مسعود یکی از چهره‌هایی بود که شهید دکتر فاطمی به او خیلی ارادت داشت و قلم او رو در واقع به عنوان یک مرشد و راهنمای کاری قبول داشت و در همون سخنرانی بود که مورد ترور ناجوانمردانه از سوی فداییان اسلام و آقای عبدخدایی که بعداً آقای عبدخدایی بعد از انقلاب در اظهارات متناقض ابتدا میگفت آقا من نبودم و سعی میکرد با بهانه‌جویی‌های مختلف این ترور رو از خودشون دور نگه دارن. اما به عنوان یک پژوهشگر تاریخ میگم اگر ما بخوایم یک نقطه سیاه، فقط یک نقطه در تاریخ فداییان اسلام پیدا بکنیم، اون نقطه تاریک چیزی جز ترور بزرگ مرد آسمان مطبوعات و نویسندگی ایران شهید دکتر حسین فاطمی نیست. دکتر حسین فاطمی بدون اینکه ادعایی داشته باشه او حسینی بود. حتما خانم ها و آقایون که بیشتر از من شهید فاطمی رو میشناسن میدونن که
او در یک خانواده روحانی در نائین، پدرش سادات بود، مادرش سادات، و من اتفاقا خیلی دنبال این قضیه بودم که چرا اسم حسین رو بر اون گذاشتن، چون سرنوشت حسین در پایان زندگی برای شهید دکتر فاطمی رقم خورد و اون علت وجه تسمیه نامگذاری حسین فاطمی این بود که حسین فاطمی در ماه محرم به دنیا آمد و پدر و مادر او نامی رو گذاشتن. برخی از نامها واقعاً با مسماست. حسین فاطمی شما نگاه بکنید وقتی که در احوالات تیرباران ایشون رو میگن آنچنان با صلابت ایشون رو به میدان تیر میارن، زمانی که میخوان در واقع چشم‌بند به چشم ایشون بزنن و ایشون رو اعدام بکنن، شهید فاطمی هرگز قبول نمیکنه. به اون گروهبان یا استواری که میارن ایشون رو، 4 نفر بودن، به پای چوخه اعدام اونجا اعلام میکنه که یک سیگار بده. بعد یک سیگار رو میگیره خیلی با بی‌اعتنایی روی لبش میگذاره و میکشه. بعد یکی از همین 4 نفر میگه آقا میخوان تو رو بکشن. میگه که مرگی در کار نیست، این مرگ برای من سعادت ابدی است. این همون جمله‌ای بود که حسین ابن علی در روز عاشورا گفت انی لا اری الموت الا السعاده. من میخوام اینجا وام بگیرم از یک جمله‌ای که مرحوم آیت الله طالقانی در خصوص فضیلت و زاهد بودن آقای دکتر یدالله صحابی گفته بود. من از این جمله استفاده بکنم که واقعا روح حسینی، روح حماسه جویی، روح حق طلبی که در حسین فاطمی بود در هیچ کس نبود. مرحوم آیت الله طالقانی در خصوص آقای دکتر یدالله صحابی میگه من در تمام حوزه‌های علمیه قم و نجف و مشهد گشتم، اما فردی رو در درون روحانیت به مقدس بودن دکتر یدالله صحابی ندیدم. من میخوام این نکته رو اشاره بکنم که در حسینی بودن فاطمی شخصیتی بود که اصلا احتیاجی نداشت که بخواد از دین و حسین مانند خیلی ارتزاق بکنه. او در مرامش، در آرمانش، در راهش، در زندگیش حسینی بود و ما اگر بخوایم در تمام حوزه‌های علمیه رو بگردیم شاید هیچ کدوم از روحانیون و علمای ما به اندازه دکتر حسین فاطمی حسینی نبودند. شما نگاه بکنید کار آقای شهید دکتر حسین فاطمی به خاطر عملکرد مطبوعاتیش 4 بار زندان شد. یک بار در سن 20 سالگی زمانی که 1316 که در اصفهان بود، بعد که آمد در تهران با روزنامه ستاره، روزنامه آقای ملکی همکاری کرد. این دومین بار بود که بازداشت شد. 3مین بار در زمان نخست وزیری رزمارا بود که یک مقاله بسیار طوفانی علیه رزمارا نوشت. بار 4م در 15 مرداد 32 بود که دستگیر شد، البته بعد از 2 یا 3 روز یا چند روز آزاد شد و آخرین به اصطلاح تراژدیک زندگی شهید فاطمی همون 7 ماه دربدری بود که بعد از کودتای ننگین 28 مرداد وقتی که مصدق بزرگ نخست وزیر فقید نهضت ملی به اون وضعیت دچار شد، خب چند نفر از یاران مصدق دستگیر شدند، اما هیچ کدوم سرنوشتشون غم‌انگیزتر و تراژیک‌تر از فاطمی نبود که فاطمی 7 ماه دوره تبعید و دربدری رو در واقع گذروند و در منزل یک پزشک به اصطلاح حزب توده که در همون اطراف تجریش بود در شمیران ایشون به اصطلاح چیز میکنه. و زمانی که حالا این رو بگم، زمانی که ایشون بازداشت میشه این نکته در تاریخ اومده برای ما روزنامه نگارانی که مفتخریم که راه باختر امروز و راه حسین فاطمی رو طی میکنیم. جمله‌ای که سفیر انگلیس گفته بود که این مرد با کینه و نفرت
فاطمی رو باید کشت، به او نباید رحم کرد. فاطمی از جمله افتخارات جامعه روزنامه‌نگاری ایران بود. بعد او با هیچی بر سر منافع ملی ایران شوخی نداشت. زمانی که اسناد رو بر همه فاش شد، بر همه معلوم شد که انگلیس چقدر خبیثانه علیه منافع ملت، اون روزنامه نگاری که وزیر خارجه شد، اون روزنامه نگاری که جوانترین وزیر کابینه دکتر مصدق بود، با افتخار در همین تهران سفارت انگلیس رو بست. باید از حسین فاطمی این انتقام رو می‌گرفتن. حسین فاطمی در واقع اساره و خلاصه شرف بود که مرحوم دکتر مصدق در تمجید از اون میگوید او اولین کسی بود که طرح ملی کردن نفت رو ارائه داد. و ما روزنامه نگاران، خب ملیون که جا داره به حسین فاطمی به عنوان بنیانگذار جبهه ملی بنازند، اما ما روزنامه نگارانی که بعد از انقلاب واقعا روزهای بسیار بسیار سختی رو دیدیم، وقتی میخوایم آستانه تحمل خودمون رو بالا ببریم، به قول مرحوم دکتر شریعتی، باید اون الگوی خودمون، توتم خودمون رو، جناب آقای دکتر فاطمی رو نگاه کنیم که فاطمی برای استقلال، برای شرف این مملکت، من با این جمله کلام خودم رو به پایان میبرم. زمانی که او رو خواستن اعدام بکنن، آنگاه شهید فاطمی میگه زنده باد مصدق، پاینده باد ایران. و من اینجا میگم درود بر فاطمی، درود بر مصدق.